دوستان من یه مسابقه برگزار کرده بودم که شما قرار بود برامون ترک های رپی آماده بکنید خب و ما بهش ریاکت بکنیم و امتیاز بدیم و 3 نفرم برنده بشن. نفر اول دوم سوم هر کدوم پول نقد جایزه میبرم. 3 میلیون تومان، 2 میلیون تومان و 1 میلیون نقد. حالا من تنها نیستم قطعا، چون من که فقط قرار نیست تصمیم بگیرم یعنی برای ترک های شما. ما 3 تا داور دیگه داریم. محمد سکشات، یا ادمیرال، بیگ ادمیرال هستم در خدمتتون، یکی از داورای مسابقه. علی مترزک رو داریم. مترزک 69. من گنگ سایدمو بگم بچه‌ها. گنگ ساید. آقا یه گنگ ساین شما به عنوان داور توی مسابقه چه چیزایی رو مد نظر خودتون قرار میدید برای امتیازدهی؟ چون بچه‌ها ما هر کدوم 5 امتیاز میتونیم بدیم خب که مجموع میشه 20 امتیاز. من به ورس و قافیه من 3 تا نکته برام خیلی مهمه. اخلاق. و علی مترزک که سابقه دیس های درخشانی داشته و یه سری موزیک های ترند و خفن. تو علی مترزک تو چی کار میکنی؟ تو خواجه تو چه تجارت میکنی؟ اگر بتونید شما وایبی که میخواید رو درست برسونید، حتما لیبل مترزک 69 شما رو استخدام میکنه و زیر لیبل ما هستی در همین حد بهتون میگم. پس بچه خوش اومدیم به این ویدیو. شروع میکنیم از ترک اول. محمد پای شیطونیان خوراک غیر و مهمونیان. متزکی اومد تو کار ریخ به همه یک کسب و کار. رپ روی پلاس کفی تو بعد سرتو میزدن زار. کارشو از دیگر شروع مثل خورشیدی ها کرد طولو. دیدی چی گفت؟ باش بابا میخواست پاز نکن آقا. این ترک رو وایب میگیریم فقط. نیستش عددی ولی نمیدونستن از برو. شاید خیلی ها نشناسنش ولی برای ما اون اینطوریه که فهم بسش قویه. مخفیز کارش دقیقه با همه رفیق. افکارش عمیقه محتوای سمیه ولی پشتش تیر سوار میه. همه خواب بودن یهو صدای جیب داشت. ملاحظه میکنی؟ شرمنده رفیق. ملاحظه میکنی؟ شرمندم به خدا. بعد کن شرمندم به خدا. یه مستطیل سفید و پاکه پاهانه نکه گنده ویار اومدش توی یوتیوب و گفت پسر و چایو برده بیا. از همون اول کارش که باریکلا پسر و چایو برده حاجی بیا. من فکر کردم تو دیسکورد گفتی. نه حاجی چه پانچ. نه خیلی میکس و مستر کاملا کار شده است. یه بار دیگه یه مستطیل سفید و پاکه پاهانه نکه گنده ویار اومدش توی یوتیوب و گفت پسر و چایو برده بیا. دیوونه میشم. چایو بردار بیا. محمد اومده داداش گذر روزگار رو میبینی الان برای لاجوردیات اومده توی هر گیم لایوی که باشی باید به گوشات باشی. درسته جیغاش با مزن ولی خیلی بلند جیغ میگه 23 ساله یکی آخه حرفشون میکنه باور. در نظر ما طرفدارا هستش کوچیک‌تر از قاسم لاغر. قاسم لاغر منشن شد آقا. منشن شد. اوپس حواسم نبود. سکیورت‌ها رو با تو حواسش کردم دیگه نمیشه کارش کرد. بزن بریم. شاشیدم حاجی. خیلی سنگین بود. توی این کامیونیتی برمیگرده به 1500 سال پیش. برای اثبات این حرفم کافیه نگاه کنیم به اون حجم ریش. از دماغشو تا محمد پرتلاش همگی دوستش داشتیم کم و بیش. ولی از وقتی اومده شهرزاد من یکی نمیتونم بکنم کارش. خانومی انقدر زیبا و نازک که دیگه محمد نمیاد به چشم. متاسفم ولی بهترین چیز در مورد محمد چیزی نیست جز خانومش. شوخی میکنم. وای محمد سکشات صافت کرد. صافت کرد. بومبا کلا. آقا لست بانام لیست میرسیم به سلطان و سرور ادمیرال تایبرینگر بزرگ عزیز. 1587 سال طول میکشه تا بده ویدیوی جدید ولی هر سری خفن‌تر میشه. کلا با کما نیستش بعید. داداشمون خیلی با جنبه از شوخی با وزنش زیاد میکنیم. میگه من فقط 70 کیلوام ولی ما که حقیقتو میدونیم. بزرگترین تئوری یوتیوب فارسی اینه که فرقی ندارن رضا و امیر ولی خب حداقل همه میدونیم که رضا نمیخوره دور با شعور با فرهنگ با جنبه با عظمت و البته بزرگترین یوتیوبر اینجا شناختی ادمیرال بیاد روی کیک همه استیل بابا مشتی سری بود اصلا یه جایی رد چی گفت اصلا نفهمیدم. ادمیرال اگه بیاد کیک همه استریمرها میشن بیکار.
بیکار کلا ماشیناشونو کاسبی می‌فروشن. اومدیم به هم بریزیم. آره تموم شده ایو. رفت. اول سکشات به نظرم چون که تو ورس خفنی برای سکشات پیاده شده سکشات یه امتیاز بده از 1 تا 5. از اونجایی که یه جا یه فوش گذاشت و فوش داد و ما اعلام کرده بودیم فامیلی فرندلی و من مهمترین بحث برام اخلاقه، من به خاطر یه فوشی که داد عدد 4 رو براش در نظر میگیرم از 5 امتیاز. من به ورس و قافیه و این چیزاش واقعا خوب بود. قبول آره، داری؟ پروداکت خوبی اولش بود. احساس میکردم انتظار نداشتم ولی بعدش گرفتم. دقیقاً من 4.5 میدم. به 3 تا قسمت میخوام اشاره کنم. قافیه بندی بسیار عالی بود، قافیه ها همه عالی بود، خلاقیت فوق‌العاده بود به نظر من، خیلی خلاقیت زیادی داشت و قسمت مهم ماجرا راجع به 4 تامون صحبت کرد به روش‌های مختلف و کامیونیتی رو دنبال میکنه. That's an OG fan right there. You are the youngest person ever. 4.5 میدم من. 4.5 W 4.5 منم 4.5 W امتیاز. من به مجموعه امتیاز میدم. به مجموعه کار به نظرم تمیز بود. خب یه جاهایی ممکنه تو یه سری خوندن‌ها یه ذره سریع و اینا بود که متوجه نمی‌شدیم ولی خب در کل این اصلا فن کار بود. آره ببین پروداکت به نظرم یه چیز زبان زدی بود و من 4 امتیاز به این ترک میدم. واو یو گوش بده ببین چی میخونم برات. میپرسن زشپلو برنده میشه یا قرمه سبزی تو این مسابقه پر از چربی. ادمیرالم که از اون طرف منتظر ببینه کی میگه قرمه سبزی. یو پیتزا و همبرگرم که تا به هم رسیدن فرصت ندادن و همو کوبیدن. تندرو که شکلش مستطیله میگه من مثل پیتزا و بی خیاله. هیچی نگو ادامه. حالا که این رپ هم تموم شد با این رپ رو 2 بار گوش کن چون من در مورد کلا مک ترزک صحبت نمی کردم. غلام به نایس ببین اون رفت ترک بعدی اون ترک بعدی بود رفت چی اسمش شد مثلا میخوام بله اوکی. سکشن نظر راجع به این ترک چی بود؟ خوب بود، خیلی اوکی بود. حتما آینده روشن و درخشانی داری. خیلی خوب بود. 3 ببین یه لحظه گوش کن آقا. ببین من دوست داشتم خب و اینکه تنشم گفت 2 بار گوش کن واقعا باید 2 بار گوش کنی. آره این باعث میشه که آره بچه‌ها ویدیو رو بذارید عقب به نظرم چون ما نمیتونیم الان من نمره 3.5 رو میدم. سالیت 3.5 نه خوبه نه بده ولی ببین متوسط تلاششو کرده. دقیقاً آره بابا مدیوم رنج بود دیگه. مدیوم رنج. البته زک شما بفرمایید. ببین شما مشخصه که کم تجربه ما هومز نگفتی از کجای پسر باید میگفتی از کدوم هود هستی با هم بیشتر ارتباط برقرار میکردیم. اول از همه بیت بدی رو انتخاب کرده بودی به نظر من. باید یه بیت خیلی تندتر انتخاب میکرد خود به چالش میکشیدی خب و خیلی کوتاه بود. متوجهی؟ خیلی کوتاه بود. یه ذره تلاش بیشتری باید میکردی. برای همین بنده به شما 3 میدم ولی به خاطر اینه که شما سعی کنی بیشتر تلاش کنی توی کامنت رپ ما خوش اومدی. امیدوارم که بهتر کنی. اوکی. بله من به نظرم به چی میخندی محمد سکشات داره به یه چیزی میخنده. من ببینمت ولی تو ویدیو میبینم. من سکشات همه میبینم. من به جنبندی میخوام نمره بدم. ببین کار بامزه‌ای بود. سعی کرد اون فان این کارو انجام بده. خب دقیقاً ولی یه جاهایی مثلا زیر دستش در رفته بود. یعنی اون عمق مطلب رو نتونسته بود ادا بکنه تو ترک. میدونی عمق مسکن واقعا قهر جدول به نظر من. عدد 3 من بهش میدم. بریم ترک بعدی. غلام به به من تو رو نداره عقل سلیم یاد استریم میگه به به حلیم. 2 تا خط 2 تا نقطه مستطیل هیکلش اندازه دسته بی گیر کردی تو توی وی آر کم مونده چشی نقصی گاه بذار بریم بعدی بسه برا تون در میخوام بخونم من رپو یکم تون در
رپ باش مثل قلب گوش غیر بده علی پسر خوبیه ولی اگه لف بده از یوتیوب مترزک از وقتی که غلامو کشتی شبا نمیخوابم حتی با یک پشتی نفر بدی چاقه همیشه دوه که ته باقه کمی آشناس ولی پایینه شبیه این پسری کیه رضا آینه اسمش همسر یکی مثل احمده راب سر مایکش لباسشم مارکه محمد دنبال مایکه اکشولی برو زیر مایکت چی گفت تنش دیدی؟ سر رو برید دیگه تا الان داشت رنده میکرد روست شدم. ببین به نظر من ترک کامل بود، یعنی یه دیسترک کامل بود، سعی کرد به هممون یه پانچی بزنه، یه مشتی بزنه. به من خوب زد، من واقعا لذت بردم. یکی گفت زوال عقل دارم و اینکه گفت نمیدونم یه دوتا خط و مستقیم، میدونی به آره واقعا چیز خوب. من 4 رو میدم به این ترک، به نظر من نمره سالید 4. منم به نظرم از اونجایی که این اولین ترکی بود که یه حالت میکسی داشت و ریوربی داشت و اینا، منم همون عدد 4 رو میدم، به نظرم خوب بود. ببین من اون حالت اکویی که تنش میشد میگفت من اون دوست داشتم ولی دیگه زیاد استفاده شده. دقیقاً احساس میکنم دارم پلی بوی کارتی گوش میدم، برای همین من نمره 3.5 رو میدم، نیم کمتر از شما. سالید 3.5 سالید 3.5. میکس و مستر فوق العاده بود، یعنی من تا الان همچین میکسی ندیدم. اون ق اولش با یه فکت فوق العاده شروع کردی که محمدتون رو چی گفت که مغز آره یه فکت، این که فکت استفاده کردی خیلی کار سختیه، برای همین یه نمره برای اون بهت میدم 3 میدم من. دستت من فراترم از این زمان، گوش بده به هر لفظم توی رپام. حرف برای گفتن بد زیاده ولی زمان ندارم من به اندازه. میاد هر لفظم از آسمون، اولین حرف بیتا رو به هم بچسبون. توی یوتیوب پر شده محتواشون ولی نیستن اندازه رقباشون. نداره هدفی به جز جیغ زدن، چشاش چپ وقتی که گیم میزنن. دیگه خوشمزه نیست به اندازه، حلیم تو جنگ با حلوا میبازه. شاید ویدیوی بعدی نباشه من مسک شاد به اندازه. آخه هر روز میشه اون زندانی با هر پارت همسریابی. تنش میکنه لباس صورتی، میخواد سیر بشه مومنی به چه صورتی. میخوره هرچی میرسه به دستش ولی 75 طبق حرفش. تهران زلزله میاد راه که میره، هرچی که ما میگیم زیر بار نمیره. میگه بتمنه و پر از درده ولی ریمیل میزنه پشت پرده. یه بچه هم خیلی میدونه زمستون برده تابستونه. رخشو نمیده نشون مستطیل، جاستیس فور غلام زود تون سری. آقا قاتل فقط گفت مای بد من، روح غلام حرف میزنه از اینجا به بعد. لاغر میمونم من توی خاطرتون، 26 بوس به سر تک تکتون. 26 بوس به سر تک تکتون. باری کلا 26 باری کلا واقعا ترک خوبی بود. یه جایش من انقدر اوکی بود، نظر خاصی ندارم. 4.5 دارش خیلی داری بالا میدی یا خودمونیم ها، خیلی داری بالا میدی جدی. ترک کوتاهی بود خب. آره و رایماش واقعا خوب بود ولی من 4.5 نمیدم، 4 میدم. 4 میدی. خوب به من گوش کن. اوکی 5 از 5 بودی. من آدم با جنبه ایم ولی روی مورد اساسم خودت هم میدونستی. گفت زمستون برده تابستونه، یعنی یارو تابستون فنه. 3.5 تموم شد. آفرین، موافقم. منم به خاطر همین مسئله من جنبندی ببین پروداکت یه چیز جنبندی سعی کرد روی بیت سخت تقریبا فوق‌العاده بود. بیت بسیار سخت، دلیوری ذره کار داشت ولی بازم ولی بازم خیلی خوب عمل کرد. به نظر من واقعا فوق‌العاده بود. هم روی بیت سخت اینجوری بود. من 4 چون هنوز منتظر پرفکتم. هومی قلبمو شکوندی هومی. میریم ترک بعدی.
اگر تون رو بشی میشم من برات دست انداز. حالا رپمو گوش کنید بکنید همه برانداز. امیدوارم ناراحت نشین شوخی فانه، جدی بشه کل اکی ولاگ توی بانه. ویدیوهاتون خفن هستش همه نابه، ولی ادمیرال هستش ویدیو ساده. سلامتی امیر که اندازه هیکل ششق داشت، همسریابی بساز دیگه محمد سکشه. فقط یه دونه سوال دارم، سکشاتونشون پیاز دارن، اگه بیارن جاش بذارن تحصیلشم بیشتره. واقعا خیلی بهتره، البته سکشات عشقمه، یه وقت نشه بشکنه. اونایی که نقاب دارن نترسن، کلا همتون برداشته میشه نترزک. دوام نزدن بگم من بطمنم، یه موز بگیرم دستم بگم از همتون بهترم. بدونستی اینجا رو میبرم. اگه یادتون رفته ویدیوی دوان اوارد رو میگم، البته من فنشم، کل ویدیوشو خودم دیدم. وسط دیسم این حرفارم من میگم. بچه لایک کامنت زنگوله یادتون نره، به دل نگیرید تو رو خدا شوخی همه. محمدتون رو فکر نکن تو رو عیاد من بردم. گندمون با برنج میخورم جورم تو سوپم. ایداتم قدیمی همه فرسوده است، داشتم توی یوتیوب من. البته شوخی کردم و نشید دلگیر، این حرفام اصلا نیست جدی. تو هم مثل سکشاتو مترزک عشقی، ادمیرالو کار دارم نقابشو کنم عشقی. کلاهشم صورتیه مثل خود، روحیش گول میخوره اگه بگی شامش کوبیدت. داداش من خیلی گوش تلخم، مگس نمیزنه فیلو عوض کرد که برات سمه حالا نوبت میرسه به سکشات، ویدیوی همسری رو بساز. دوست دارم نمیگم به چیزی، این آهنگم بود در طرف احسان. باشکانی نشین صدام توی ویدیوتون باشه. عالی همتون رو خوشحال میکنید. عالی من بخوام نمره بدم 5 تموم شده دارم. آره آقا واقعا بهترین به نظر من واقعا عالی بود حاجی، همه چیش پرفکت. رای برید فلو سویچ میکرد، رو بیت میخوند. 4.5 خیلی خوب بود. تا الان هر کدومی که گوش دادیم این از همه بهتر بود، هم مخصوصا اونجایی که استعاره گرفت از گندم و جو که گفت دقیقاً خیلی خیلی خوب بود. 5 نه 5 2 تا 5 گرفت این ترک. 2 تا 5 دلیوری فوق العاده بود. یه قسمت داشت پیاز دارن یا هم چیزی بود. آره پیاز بیا بذار جای پیاز تو خونه ما پیازه. با لایک و اینا رو هم گفت این فوق العاده است. همیشه لایک و سابسکرایب و کامنت بذارید. خیلی تاکید داشت که شوخیه این داستانا. این خیلی حرکت پهلوانانه‌ای بود. بازم من 5مو نگه داشتم، ولی اینجا خیلی 5 نگه داشتم. میخوام به خودم امتیاز بدم، خودم منشم 4.5 میدم. میخوام فول فل بدای واسهتون بخونم عشق کنید. برو برید. داغم کردی هیسی چجوری تو میتونی تحمل کنی وقتی میبینی ادمیرال اونجوری ساکت و گوشه نشسته؟ برو کنارش بشین به یه بوس بذار روی لبای لعنتی شو. چی جوری تو میتونی کنی تحمل وقتی محمد داره میکشه عذابو؟ ادمیرال اون فیس ماسک لعنتیو بده بالا، یه گاز بگیر از اون لبای لعنتی شو. از سطح کلینچ بودن دیگه خودم هم نمیتونم کنم تحملو. من شروع میکنم به نظر دادم. من به نظرم خوب نبود این ترک و ببین این که بداهه میخواست بخونه چیز جالبی بود خب، ولی یه کوچولو روی این من رفتم که انگار این بداهه خوندنه چیز دید، یعنی اصلا
برو زیر درخت. میدونی ایده بیا جالبی که اذیتت بداهه نکنم. عدد بگو. 2. کسی که فل بداهه کار میکنه محمد رو جربوزه‌شو داره. خب میتونست بشینه تکست رو بنویسه فلان کنه ولی جربوزه فل بداهه گفت. خب بعد به موضوعی اشاره کرد که کسی تا حالا نکرده. خب من به خاطر این جربوزه و این موضوع جدید و این داستان رو بهش 4 میدم. هولی شت سالید 4 از یه داور مهربون. یعنی سالید 4. سالید خیلی دیگه فل بداهه بود. از این 3 باشه. ببین من خیلی وایب گرفتم جدی؟ رفتم ولی چون ادمیرال 4 داد من نمیخوام زیاد بدم. یعنی من میخواستم مثلا کم، من میگفتم شما کم میدید من زیاد بدم، ولی ادمیرال چون زیاد داد دیگه من مجبورم به ایشون 2.5 بدم. موزیک بعدی که موزیک ویدیوه. او چارزانو بشینم درست گوش کنم. موزیک ویدیو کسی زده یا موزیک خدا ویدیو زده. هولی شت. بزن یوزور دو این سنه آهسته بچه کنم آهسته نیست کسی برای دوستی بام شایسته نابود میشی نشو به صحابات وابسته شخصیت هستی همینه NPC بده یا نمیتونی بنویسی کوتا رو صندلی بادشانی بنشینی کوتا قلب بنی منو میبینی بام دراما کنی خود زنی کردی پای کلاب یوتیوب فرمول بان میگیرم شتاب بازت میکنم تون ما این شبا بیو میخوایی بنداز بهم از جواب بهتر بودنم یه دینه کافری تو میزنم میکنم کافری تو رد میشم ازت رو زمین توفی تو واسه بیکم لای عدد بار میخورم یوتیوب رو بدن این تنابو میبارم دکسترم یوتیوبرا رو میکشم نیستم شبیه من مثل شاد بولوز برانده ترنم تونی کروز زردت میکنم بروز حد میدان چاقی شبیه دایمی اگه میسوده گنجی زمینی تو بقا تا وضعیتم بیشتر نوا برایمی از زیر صفر شروع کردی رسیده به من ویدیو درست نکن نداری حرفی من نمیاد ندارم خلفی نشون ندادم من هیچ وقت ضعفی راکت از داره مثل ویدیوهات گرفتن اسمت امقان از مثل ویدیو باد مامزه تر ازتون یه روبات جر میخوره این مثل روبات کار ندارم دیگه باهات گوشی رو بده بابات الو این چه بچه بس خیلی یا لایک کامنت فالو ساب چنل بچه داخل پایین هست مثل ویدیوی خودم خلاقیت داشت کاملا فکت داشت می آورد رزم فلو قافیه همه با هم ترکیب شده و میکس و مستر فوق‌العاده بود. به نظر من اصلا رقابت میکرد با ترک‌های امینم یه جاهایی. خیلی خوب حس کردم. من 5 میدم. سالید 5 من 10 میدم. ادمیرال سالید 10 از من 10 شد. آها اوه بیت جدید ویدیوی دادگاه رو یادتونه؟ اگر آره این آهنگشه. آهنگ دادگاه تو توی دادگاه به من ترزک میده چند تا رشوه میگه بچه مال منه میره براش چند تا اشوه ادمیرال مهم نی براش هی میخوره آش رشته آقای قاضی بکن هر کاریو که کشیدش خد سکشات ادعا میکنه که بچهشو نمیزنه میگه پدرش تو خونه سیخ حسین فقط میزنه آینه تایید میکنه میگه خودش بوده ساقی قاضی فکر میکنه میگه نمیمونه حرفی باقی خبر اومد از آقای مکریون 80% بچه‌های طلاق به دست بازان بیفتن زبون تو گاز بگیر وگرنه نمیاد باهات قرار داد به بنده کیک ادامه دادگاه تونور سیخ میزده به پسرش ادامه دادگاه مادر بچه‌شو کتک میزدش ادامه دادگاه مادر بچه‌شو میخواست بکشه ولی خب تونو درگیر بود تریاکشو بکشه خبر اومد از آقای مکریون 20% باقی به دیت بادخونکی میرن بنده به عنوان شخص سالس موافقم چون که این دادگاه بهترین تبلیغ استفاده از بادونک شو کنید منم یه فنم مثل همه 100,000 تا مسابقه رپی بود منم یه شدم 1000 خبر رو خوندم بی بودم زیر درخت چنار دیدم بحث پول وسط نتونستم کنم انکار
بله مشخص. ناز نفست داداش. به نظر من ایده خوب بود ولی اجرا اونقدر دلنشین نبود. 2.5. اوکی بود واقعا ایده باحالی بود که یه ویدیو رو اومد اینجوری موزیک رو خیلی دوست داشتم این کارشو، واقعا کار باحالی بود و اوکی بود. نمیشه واقعا مثلا بگی بد بود یا مثلا وای میتونست مثلا یعنی خیلی بد بود و اینا، اصلا اونجوری نبود. یکم آخرشو من حس کردم که داره چیز میکنه ولی من واقعا بهش 4.5 میدم. به نظرم خوب. من 3.5 میدم. خیلی داستان قشنگی داشت، فن بود. ویدیو رو نگاه میکنه، شما هم ویدیو رو حتما نگاه کنید. لینک من تو دیسکریپشن هست برای اینکه دیستریبیوتور خیلی آخر ویدیو این ویدیو همه بچه‌ها میان روی صفحه. آره اونی که کلاه قرمز داره پروفایلش رو کلیک کنید، حتما با من سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید. مکریون منشن شد. دعوتش نمی‌کنیم به این برنامه چون که دوناتون داره، ولی خیلی جالب بود که فن مکریون هم از پس اوجیه. بنده 3 میدم. قلمم تیزه، زبونم تیزتر، واسه شکست دادنم همشون باید تیمشن. رپ کردن جدیدن و انگار واسم سرگرمیه، همه جور قویم رپ میکنم از 13. دریپم مشکیه، بلک پنتر بتمن زورو، اگه ویلنم باشم میکشم اول تو رو. برام مهم نیست که حریفم کیه، ره ندارم غلام باشی با تبر زدیمت محمدتون رو. پشتن چند تا رپر رو اضافه کن به پروندم، انگار پابجیه من گان دستمه رد تتر. منو با هر کسی مقایسه نکنی، شدم گوت مثل ریش مترزک. روزگارم تلخه انگار تخیاره، بیت با هم حرف میزنه مثل بیتا مردیاره. دشمنم تو در دیواره، کارام تاثیر منفی داره. اگه لاچی واسم جات تو شکم ادمیراله. کارام قویه هر کی شنید عاشق لیریکام شد. زمان معنی نداره تو 10 دقیقه میگیم آلبوم. اگه گیر تو بردم دیگه تو رو ول نمی کنم، مثل مترزک که ول نمی کنه مینی تایمو. قیب میگم چشم بسته بالاست پرچم 071، همه میخوان شبیه بشن کیه که نمیخواد مثل من شه. قیب میگم چشم بسته بالاست پرچم 071، همه میخوان شبیه بشن کیه که نمیخواد مثل من شه. به میگن استادو به رپم شدم معتادو، من تو اوجم حتی سنم مثل بازیم شه 2 تا 2. بچگی رپ کردم تو دی ان ای ام بوده، من جا پنیر قافیه میخورم صد تا صبح. بعد خان فنم خودش نشسته به دلش کار، اگه حرفی داری با هر کدوممون هرلی داشت. یه جو کار میدم که کل ایران تحسینم کنن، ترکامون منفجر میشه بیتا 911 تایپ. نه یا این ور میکنیم الکترات، بود دارم شیرازی گنگ طرف اگزاس. میگن چرا اسم همه رو بردی ولی یه نفر نه، آخه حساب نمیشه سکشات. بدم اومد، ناراحتم کرد. 5 5 بابا باریکل 5 این ترک 5 عالی. ببین 5 من ببین از اون جایی که آخرش هم به این موضوع اشاره کرد که قصد توهین ندارم به جز سکس شات، من واقعا میخواستم بهش 5 هم حتی گوش کن، من میخواستم بهش 5 حتی ندم، خب میخواستم بهش 6 بدم. خب اینقدر خفن بود ولی برای اینکه جایزه رو نبره منم چون قصد شوخی با کسی ندارم 0. بله تمام شد و رفت. خیلی خجالت تمام شد و رفت. همین یعنی خیلی آقا نظر داورا رو تغییر نظرم ببین 5 ببین 4.5 و 5 هم خب، ولی از اونجایی که تکست داشت موزیک ویدیو بود واقعا وقت گذاشته بود و خوب بود، من 5 میدم واقعا. میریم ترک بعدی بچه‌ها، ترک بعدی. یوتیوبر اینجا زمین بازی مایه، کاری میکنن بترسی ازم مثل سایه. این کاملا دیست 4 تا تونه، خوب گوش کن تا بشه باز 4 تو به. محمدتون رو کلن فکش کجه، از فدایی میگه معلومه بچه فنه. نگه تو هم مثل شاپوری نو فیسه، بچه ننه هیچی از خودش نداره توی خونش. آدرس پستی میده فنه واسه آبادونن، به تو کاری نداره یه بچه رشتی. تست لاشخاله فنه منتفت مشتی. اکشات که نگه ته ماژیکه، پاشوشونه نمیزنه انگار پاتریکه. یه پیسی بسته با پول یوتیوب، اونم از ویدیو کاراته که قبلیکه.
من ترسکم که مثل نی میمونه یه پروژکتور داره اونم داغ من بعید مثل نی میمونه میمونه قبلا واسه ادیتش دیوانه وار بردن سر حس نیلیشه ترکی است داداش همین بغل نمیدونه میبرمش مثل تتر ترکی است داداش همین بغل پولنت نداره گلاس کف محل عد میراد دیگه نوبت توی نداشتن غذا کلن کابوس شده انقدر بخور تا کل تنت بشه دنبه حالا دیدی زیرش چیه اون دل گنده صدات کلن شده رضا آینه مثل معلوم نیست بعدم مگانایته تون شات میدن ویدیوی بازی توش محمد جیغ میزنه بره بالا بازدید فیست معلوم نیست که همه دختر هستن عاشقت فری به خونه میره مسابقه هوا محمد بگو کجا بدم شماره شبا فری به خونه میره مسابقه هوا محمد بگو کجا بدم شماره باریکالله هولی شت خیلی دوست دارم 5 بدم خب ولی حس کنم در حق اونایی که 5 دادم نامردی 4.5 میدم من 5 میدم هولی شت بله به خاطر اینکه به ملتفت و فدای تیک انداخت من 4 من دوست داشتم تیکای بامزه تیکای گوگولی خیلی جذاب 4.5 سالی 4.5 ترک بعدی شاید ترک آخره نمیدونم برو بریم لیتس گو ترک بعدی من سوپم همه دوست دارم باشم پیش من انگاری که خیلی وقت توپم مامان منو درست میکنن همیشه ولی تینیجرها دوست ندارن چرا من تک و تنها موندم توی غمو بیاید بخورید منو کنید منو یکم overrated من قرمه سبزی همه دوست دارم منو بخورنم و میرونم دوستان که ترک قبلی خیلی خوب بود خب و ما مغزمون پر شده از این همه هنر و استعداد شما احتمالاً این ترک اوترو ویدیو باشه و ما با این دیگه خدافظی کنیم و امتیاز میدیم آخرش به این مینویسم امتیازو بریم گوش کنیم هر وقت از خواب بیدار می شدم فقط کنه قرمز تو رو تخت می دیدم دلم تنگ شده واسه مودی بازیات ولی انگار کلم فرداش با من دنیات روزا دارم ببینم عکساتو شبا همه میخونم تکساتو ذوق میکنه واسه خنده غلامو دیگه کلم فراموش کردی اسمو انگار برات اسباب بازی بودم حتی ندارم تراس به سایه خودم تنم دیگه خیلی بیجونه این دنیا دیگه برام زندونه هر وقت ازش خواستم نره اون تو این فلک بود برا غلام گل بخره تو رفتی و شکستی حالا خستاس این قلبه ولی یه روز خوب هنوز تو دلمه یه کوه سکوت یه دل پر از رویا منم و یه سایه توی شب تنها تو همیشه میکردی آره این مستطیل خوبش ولی این مستطیل الان تموم میشه تنهای غروبش مترسک خیلی وقت دیگه نیستش یه بار دیگه فقط دلم میخواد برم پیشش یه بار دیگه فقط دلم میخواد برم پیشش باز ببینم خنده هاشو بشنوم قصه هاشو اینا همه یه تصویر تار از توی خیالمه حتی بهم نگفتی چی کمتر از خلومه دیگه تابلو شده خنده زورکیام میخوام بمیرم و ببینم خاطر بچگیام بار بعدی
لطفاً واسه این تکستام اینجور بیتا رو بذار. الان من خوندم بدون بیت این تکستو. مرسی.